سلام دوستان وطندارا افغانا ری سفیدا پیچ سفیدا جوانا خدا کنه که جور و صحتمند و سرال باشه. اقتدار پرسان میکنه چند وقت میشه که در میدیا نیستی هستم نمایندگان یک هستن نه دو و دشنام و تفرقه و تضاد دیگه با کل ما بس است ما را صبر است دیگه خدا کنه که جور صحتمند سرال باشه هموطنا کلتان. شخص خود من دوستان دارم خوش هستم از تمام اقوام از تمام هموطنایم در هر کشوری که هستم. سپورت هموطنا بود که ما بسیار بالا در نامش جایی که دنیای مجازی است و یک هموطن ما افغان اونجا زندگی میکنه عکس ویدیوی ما رفت دیگه امروز چهره ما آشنایی دارن ما امروز هموطنای خود آشنایی داریم معرفت ما زیادتر شد. این بزرگی شما بود سپورت شما بود تشویق و تقدیر شما بود از کلتان یک جهان سپاس. زنده باشه بخیر باشه سلامت باشه در پناه رب العزت باشه تمامتان با برکت الهی. دوستان وطنا مریض هستم مالا چند وقت میشه مریض شدیم بسیار پیش دکتر ها رفتم هم جواب مثبت گرفتیم هم جواب منفی گرفتیم و یک گپ یادتان باشه که حالا که در دنیای مجازی میبینم دم خوبت است الله صدقه دربار خداوند بزرگ بینیاز شم عزت ذلت از جانب از او است. دیگه پیش دکتر ها رفتم و مثبت و منفی شمی بود که یک تعدادش گفتن خوب میشی یک تعدادش گفتن که با دعای هموطنا ضرورت داری. قلبم درد میکنه سابق زیاد درد میکرد حال والایش من گرفته والایش ایت منگای گرفته که چی بگویمتون هیچ خندی و خنده و مذاق نیست این جدی براتون میگم. دیگه کدام وقت اگه مرا چیزی شد کسایی که از ما دلخور هستن آزرده هستن ناراحت شم ساخته باشم دیگه هموطنا معذرت خود نمیگم از کسی نمیخوایم ولی خب میگم که از ما آزرده دلخور نباشه دیگه جای شما در قلب ما بوده و هست میباشه ما دوستتون داشته میداشته باشم همیشه جایتون در قلب ماست با دعای نیکتان ضرورت دارم. طب چقدر پیشرفته شده و طبابت چقدر بالا رفته چقدر شرکت ها دوام تولید میکنن ولی باز هم یک چیزی است که ما و شما اسلام هستیم مسلمان هستیم الحمدلله کلمه گوی هستیم بنده خدا هستیم هزاران بار شکر میلیون ها بار شکر که اسلام هستیم مسلمان هستیم. خب شکر در یک کشور دیگه یک چیز دیگه به دنیا نامدیم میسوی نبودیم. کامرامن میگم از یک بنده خدایی که تو به این حالت رسانده و قلبتم درد میکرد و حالا گپش در منگ رسیده نلکای قلبت حالا گپش در منگ رسیده آیا از اون پوزش خواستی؟ آیا از اون دعا خواستی؟ گفتم نه اگه به دعای از اون مجور میشم باید نشم خداوند صدقه شم دیگه بنده وسیله ساز است دیگه او اگه ببینم او دیگه حالا در قله ها بالا رفت دیگه او این ویدیوی ما برش بی‌تفاوت هم است. دیگه شب روزتان بخیر نماز دیگر از قربانتان میشم کسایی که ویدیوی ما میبینی قلبا به این بنده گناهگار فقیر بیچاره ملنگ از زیر دگ الله که دعای خوب نکردی دعای بدم نکن دیگه هر مومن مسلمان با دعای که مومن مسلمان دیگه ضرورت می داشته باشه هموطنا باش که برق نیست یک پاش هست میره اوست میره قربانتان میشم کلتان دوست دارم در هر کشوری که هستی در هر سرزمینی که هستی دیگه از اینجا که رفتی کار کن زحمت بکش پیسه یک چند نانه پیدا کن حلال به خانه و فامیل خانواده نفقه بکن دیگه روان بکنی بسیار اجر بالاست. بهترین مردی و کاکگی و بدموشی است که یک پای نان خانه روان بکنی و ببری دیگه اگه خودت نتانی ببری پولش روان کنی به خانوادت. باز کسایی که زیاد سرمایه دار است دیگه هموطنا را که زمستان نزدیک است باید کمک بکنه به خاطر که بیکار هستیم هموطنا بیکارگی زیاد است تا وقتی که سیستم جور بشه و یک روز کلگی از این بدبختی و از جگرخونی و پریشانی ها نجات پیدا کنن دیگه جانم هسته قربانتون میشم.